کسی که عادت کنه با زبانش زیاد لا اله الا الله لا اله الا الله، وقتی ایت بسیار میگوی برادرای عزیز و گرامی، بینید پیامبر نازنین میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی اگر آخران حرفش آخران سخنش در همین دنیا لا اله الا الله باشد، او داخل جنت میشود. دانی که امروز بعضی برادرای ما از دنیا میگذرن، حقارت میکنه. حدیث آمده است میگه که هر کسی که اگر با طهارت خواب کند، نفس چند نفسی که میبراری همش در حساب تسبیح میرود. یعنی نفسی تو سبحان الله های، نفسی تو الحمدلله های. کسی میگه دویم درجهش، کسی اگر با طهارت خواب کند جای خوابش حکم مسجد داره، یعنی تو در مسجد نشستگی. سیوم فضیلتش، کسی اگر با طهارت خواب کنه، همون آدم چند ساعت خواب میکنه؟ 7 ساعت خواب میکنه، 8 ساعت خواب میکنه، همچنان است که او در نماز ایستادگیه. تصور کن که تو 7 ساعت جای خواب مسجد باشه، تو در درون مسجد 7 ساعت نماز خونده، 7 ساعت تسبیح گفته. لیکن کسی اگر در همون حدیث خواندم، کسی اگر به طهارت خواب کنه، همچنان است که در قبرستان خواب کردگیه. یعنی برای یگان نفع و برای یگان ضرری نیست. یعنی ضرر دارد ولی یگان فایده، مقصد از این فایده‌ای که گفتم از همه اینا این محروم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. الله مهربان دعا میکنم که خداوند میل‌های شما را، محبت‌های شما را با بسوی دینش زیاد بگرداند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری ها را شفای کامل دهد. مهاجرها و مسافرهایی که از این ملک ما هستند، خدا همگی تان کاراتون در برار برکت دهد. سختی ها و مشکلات هاتون با فضل کرمش دور گرداند. و امروز که بسیاری شما سعی و تلاش دارین که خاندان تان بیاین، به وطن تان بیاین، خدای مهربان این ساعت ها و این روزها را هم برای شما آسان گردانم. و اینم که سببش این دردی بگیم بیماری عالمگیر شده است، خدای مهربان این درد هم از بالای جمیع عالم، از جمیع مردم خدای مهربان دور بگردانم. و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما، در این دیار ما همیشه خوشی ها و همیشه خوبی ها را بردوام نگه دارد. و هر کسی که امروز نیتی نیک دارد، گمانی نیک دارد، همیشه گویم قدمی نیک دارد، خداوند خیر دنیا و آخرت نصیبش بگرداند. همه گذشتگان ما را خدا رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک مانه با فضل کرمت حاصل بگردانی. برادران عزیز و گرامی، یک چند سوالهایی هست که میخواهم جوابش را با سمع شما رسانم. الحال انشاءالله شروع میکنیم. بابا جان، یک جوان پسر خواب بیند که با مادر خودش همخوابه شده است، این چی معنی دارد؟ برادران عزیز و گرامی، این خوابه ها بسیار خوابه های زیشتند. وقتی که آدم در خوابش میبیند با فرزندش، با مادرش، با یگان نزدیکش، یا اصلا خواب میبینه که در همین خوابش مثلا همین کارهای فحشا و کارهای زیش داره، البته یک خوابهای خوب نیست. ولی من برای شما راههای خلاصی از اینا میفهمونم که برادران عزیز و گرامی، اگر شما موافق با سنت خواب کنین، انشاءالله خوابها را شما نمیبینید. یعنی شما پیش از خواب کردن حتما برادران عزیز باید
پای به طهارت باشید. پیش از خواب کردن حتما شما نمازهای خفتنتان باید خوانده باشد، طهارت داشته باشید. چی مقدار قوت داری؟ 1 ورق 10 ورق از قرآن بخوان. همچنان ما ذکرهای شب داریم، ذکرهای شب ما بکنیم، موافق قوت ما قرآن بخونیم، نماز ما نخونیم، طهارت کنیم. آمدیم در بالای جاگه خواب ما، وقتی با طرف راست خواب میکنیم رو به سوی قبله، کلمات های زیل باید بگیم. بسمک اللهم اموت و احیا. پروردگارا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. یعنی خوابم یا نوع مردنه. خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. بعد آنی که ما برادران عزیز از خواب بیدار میشیم، الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا. پیامبر ما نبی میگه بعد آنی که وقتی از خواب بیدار شدی در حال چیکار کن؟ بگو که حمد و ستایش ای پروردگار تو را که بعد آنی که مرا میرانده بودی باز زنده‌ام کردی. پیش از خواب برادرای عزیز باز شما قاعده های سنتی داریم. سوره اخلاص، قل هو الله احد، سوره معوذتین میگیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. همچنان آیت الکرسی بخوان، در دستا دم کن، یعنی شوف کن، تمام بدنت بمان، تمام بدنت. بعد از آن برادر در طریقی که گفتم غلطیده خواب کن، کو ببین همین خوابا را میبینی یا نه؟ این خوابها از حسابی که برادر عزیز طهارت نداریم، نمازامون خواندگی نیست، موافق به سنت خواب نکردیم، کلمات های زیلی که برای خواب کردن است نگفتیم. انا بعد در خوابهای ما و شما دیگر انم خیلی هر یک جین و هر یک مقصد همین گویم از اولاد شیطان و اینها داخل میشوند و بعد هم خیلی هر گونه خوابها و هر گونه فکرهای ما و شما را هر طرف میبرد. گاه از جامون داد گفته میخیزیم، گاه ببین خوابهای دهشتناک میبینیم. برای چی؟ به خاطری که با موافق سنت خواب نکردیم یا آن چیزهایی را که پیش از خواب کردن در کار بود ما و شما نکردیم. برای همین بعد به هم خیلی بلاها ما و شما دادر عزیز و خواهرای عزیز مبتلا میشیم. آن چیزی که من گفتم موافق سنت همین ها را کنیم. پیامبرمون پیش از خواب کردن تمام چراغا را خاموش میکرد. امروز اکو چراغایی که بود امروز بگیم همین سویته، همین سویته میکشیم، سویتا را همه رو پیامبر هر دری را که میپوشید بسم الله گفته میپوشانید، هر ظرفی را که دانکش میپوشانید بسم الله گفته میمون. میگو وقتی اگر با بسم الله در بپوشی، با بسم الله ظرف دهنش بپوشانی، جین همون را برداشته وی کردن نمیتونه یا در همون یگون زیان زلال داده نمیتونه. اینها را حضرت میکرد و بعد میامد خواب میکرد. ولی بسیاری برادرها از ما میپرسند که همین در خواب کردن یعنی تنه لوچ خواب میکنن. این هم از نگاه شریعت اجازت نیست. موافق سنت باید ما ایزار هم داشته باشیم، یعنی ایزارهای سبکی که هست وقتش در میدوختن شلوار میگیم. همچنان تهپوش مانم یک کرتاکای مقصد همون سبککایی که بود آستیندار او را هم میپوشیدن. حتی توصیه هست که بعضی عرقچین های تنوکی بود که سراشون مردم میپوشانیدن خواب میکردن، زیرا هر جایی را که اگر میگه همین جین لوچ بیاوه همونجا را میساس میکنه، همونجا را مقصد دستش میماله. بعد امکان دارد که انسان ضرر ببینه. برای همین شما یعنی در حالت آریان، در حالت لوچ در جاگاه خوابتون خواب نکنین، زیرا اینم از تعلیمات دینمان نیست برادر. بس هر آدم هزار فلاکت های در همین حالت خوابی که مثال یک زمین می جنبه، بین از جاد بلند شیدن در با او شکلی که تو بیرون میشه خواهی نخواهی خودم ناراحت میشه. یعنی باید آدم همه وقت
در حالت تیاری باشه. ممکن در همون حالت خدا جان تا بگیره. وقتی میان میبینن تو لوچ مثال در این جاگه خواب جان تا گرفته، گمانهای بد در راست پیدا میشود. برای می هر تعلیماتی را که اسلام کرده برادر عزیز، این به خیر جان ما و شما، این برای آبروی ما و شما. الله مهربان توفیق دهد شما خواهی که از این خوابهای زیشت خودتون دور کنین، انا همین راه قطعی خواب کنین که ببینین که خواب میبینین یا نه. حتی من یک از باب فضایل بگیم، حتی یک حدیث آمده است میگد که هر کسی که اگر با طهارت خواب کند، نفس چند نفسی که میبراری همش در حساب تسبیح میرود. یعنی نفسی تو سبحان الله های، نفسی تو الحمدلله های. کسی میگه دویم درجهش، کسی اگر با طهارت خواب کند جای خوابش حکم مسجد داره، یعنی تو در مسجد نشستگی. سیوم فضیلتش، کسی اگر با طهارت خواب کنه، همون آدم چند ساعت خواب میکنه، 7 ساعت خواب میکنه، 8 ساعت خواب میکنه، همچنان است که او در نماز ایستادگیه. تصور کن که تو 7 ساعت جای خوابت مسجد باشه، تو در درون مسجد 7 ساعت نماز خونده، 7 ساعت تسبیح گفته. لیکن کسی اگر در همون حدیث خواندم، کسی اگر به طهارت خواب کنه، همچنان است که در قبرستان خواب کردگیه. یعنی برای یگان نفع و برای یگان ضرری نیست. یعنی ضرر دارد ولی یگان فایده، مقصد از این فایده‌ای که گفتم از همه اینا این محروم میشه. بعد خواب کردن هم برادرای عزیز، انا گفتیم که طریقه هاش باید با طرف راست خواب میکنه رو به سوی قبله. بعد در دوام خواب اگر وای جاش عوض هم که شود، پشت هم گردد، اینجا در دیگه باکی نداره. دویم خواب کردن در میگن باید با شکم خواب نکنی. آدم هیچ وقت باید با شکم خواب نکنه، پشتش مثال طرفی بالا باشد و شکمش مثال طرف زمین نباشد. خواب کردن یا با پشت خواب کنین یا با پهلو خواب کنین. طریقه های درستی خواب یعنی همین است. پیامبر از زمین من کرده. یا اینکه خواب کردن در پاتا در بالای پاد مانده خواب کردن هم همینجا میگه کشفی سطر میشود. و همین خاطر همین هم حضرت گفتن از همین خیلی طریق خواب کردن خودداری کنین گفتن. بعد خواب کردن ده هم پاهاتون طرف قبله نکنین، زیرا قبله شعار مسلمان ها هست. یا اگر طرف قرآن باشد، کتاب های اسلامی باشد، او طرف هم پاتون دراز نکنین. لیکن در خانه که اگر قرآن باشد، خواب کردن، هم خوابشیدن ایناشی چی باکی نداره. این است برای یک کم ترک معلومات در گردی همون طریقه های خوابی که پیامبر ما کرده است. انشاءالله همین خیلی خواب کنین شما یگان بلکه خوابه های بینیهت زیبا میبینید. ولی ببینید بعضی ها میگن من الله را در خواب دیدم، بعضی میگن پیامبر را در خواب دیدم، بعضی میبینید که میگن من عالمه ها را در خواب دیدم. همونها از روی با طریق سنت خوابیدن همین خوابه ها را میبینن. برادران شما حرکت کنین که یعنی در فکرهاتون اگر گوین که پیغمبر خواب بینم، همین راهی که من دلالت کردم بکه، یکم روز نشید، دیم روز، سیم روز، حتما در دوام یک هفته انشالله به همین مقصد تو موفق میشه. انشالله پیغمبر در خواب میبینی. سوال دیگر، استاد من تسبیح زیاد میگردونم، بعد طرف آسمان صوف میکنم، در حق پدر و مادرم میگویم این درست است یا نه؟ یعنی برادر ما میگه من تسبیح زیاد میگم، ثواب شد در حق پدر و مادرم میبخشم، بعد طرف آسمان صوف میکنم. نه، این صوف کردن طرف آسمان هیچ معنایی نداره برادر عزیز. این چی معنا داره که ما طرف آسمان صوف کنیم؟ حتی در وقت عبادت طرف آسمان نگاه کردن خودش منعه. چی هست در آسمان که تو مثال طرف آسمان نگاه میکنی و خب صوف میکنی یا نگاه میکنی و عبادت میکنی؟ برای همین از این عملهاش مقصد دست بکشو،
لیکن ذکر تا بکن. خدای مهربان قرآن دا میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. الله مهربان میگه چقدر مرا زیاد یاد کنید. پیامبر گرامی گفته است آنقدر خدا را زیاد یاد کنید که بگن دیوانه، یعنی حتی بگن این دیوانه، اینقدر مقصد بسیار ذکر میکنه. برای همین ذکر زیاد کنیم برادر عزیز. به هر حرفی کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. شما بزرگترین و بالاترین و بهترین ذکر لا اله الا الله هست. همین را بسیار بگین. ولی بینین در وقت همون جان کندن تونم شما لا اله الا الله را به اسم میگین. ولی من یک نوار در همین تلفنم یک برادرم پرت افته است، یک مؤذن بده است، اذان میداده است، در حالت کام رفتگی. وقتی که به عربه طبیب ها برده استنش در حالت کام اذان گفته است. ها بین زبان که عادت داشت در همه حالت هم اذان میگه، حالت مردن اذان میگه. برای همین کسی که عادت کنه با زبان زیاد لا اله الا الله لا اله الا الله، وقتی ایت بسیار میگوی برادرای عزیز و گرامی، بینه پیامبر نازنین میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی اگر آخران حرفش، آخران سخنش در همین دنیا لا اله الا الله باشد، او داخل جنت میشود. آیا نمیخوای که داخل جنت شوی؟ آیا نمیخوای که آخران حرفت حقارت نه؟ میدانی که امروز بعضی برادرای ما از دنیا میگذرن، حقارت میکنن، بین داد میگن، فیغان میکشن. ولی اگر زبانت با این کلمه زیبا عادت کردگی باشه، وقتی همون جان سپاری دهم لا اله الا الله، اگرچه در بالای سرت ملا هم بگه بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، به اونم تو بر زبانت لا اله عادت کرده زبانی تو. برای این ذکرها را بسیار بگین. سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، الله اکبر بگین. انشاءالله همه اینها ثواب داره برادر است. ثواب شد در حق گذشتهاتون ببخشین، موافق عقیده خودمان، ثواب قرآن، ثواب صدقه، ثواب ذکر، یعنی از بس که عمل صالح هستند ثواب اینها را بر روح گذشته هامان انشاءالله میرسند. لیکن طرف آسمان صوف نکه برادر. خدای مهربان ایماناتون کامل کند، خاتماتون بخیر کند و الله مهربان دعا کنیم که این سوالهایی را که برادرای ما، خواهرای ما ارسال میکنند که سببی با دانستن هزارها آدم دیگه میشود، خدای مهربان عمر دراز، ایمان کامل تانتید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.